بریم برای درست کردن قیم بادمجون نوستالژی با گوشت چرخ کرده. داخل مایتابه پیاز رو نگینی یا خلالی بکنید. با مقدار روغن و زردچوبه تفتش بدین و سرخ کنید. خیلی سرخ نکنید رنگش تیره نشه، خورشتتون رو تیره میکنه. هرچی پیاز قیم بیشتر باشه لذیذتر و جا افتاده تر میشه. گوشت چرخ کرده رو اضافه کنید و سرخ کنید. رو به گوجه با مقداری آب رقیق کنید و اضافه کنید. تفت بدین تا بوی خامیش بره و رنگ باز کنه. لپه از قبل خیس خورده رو اضافه کنید که من نیم پختش کردم چون لپه خوشپختی نبود. انتقال میدم به قابلمه. لیموی عمانی، فلفل و نمک رو اضافه میکنید. اگه دوست داشتید میتونید یه دونه هل و یه چوب دارچین همینجا اضافه کنید که من این کار رو نکردم. آب بریزین تا روی گوشتا رو بگیره. درش رو بذارین تا خورشتمون جا بیفته. نیم ساعت قبل از پخت نهایی زعفرون دم کرده رو اضافه کنید. بعد درش رو بذارین تا حسابی جا بیفته. عزیزان با لایک و کامنت و سابسکرایب و فالو کردن و زدن زنگوله کانال خودتون رو حمایت بکنید و آموزش‌های دیگه‌مون هم دنبال کنید. داخل مایتابه کمی روغن بریزین و زردچوبه و نمک، سیب زمینی خلالی رو اضافه کنید و سرخش کنید. بعد از اینکه سیب زمینی سرخ شد از مایتابه جدا کنید و بادمجونایی که پوست گرفتین و قلمی هستن کلاهکش رو جدا نکنید. میتونید از وسط دو نصف کنید یا مثل من درسته بذارین. درش رو بذارین هم مغز پخت بشه هم کاملا سرخ بشه. یک طرفش رو برگردونید. اگه روغن نیاز بود کمی دیگه بریزید. درش رو بذارین که اون طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. به این صورت روغن زیادی جذب نمیکنه. بادمجون رو کنار قیمه بذارین، یکی دو قلقه زد خاموش کنید. این از قیمه بادمجون خوشمزمون نوش جان.